خبر خوش برای کسایی که به ویزاهای بشردوستانه برزیل ثبت نام کردن و یا منتظر هستند که ثبت نامشان انجام بدن. موضوع اول، خبر اولی است که یک تعداد متقاضیانی که برای ویزاهای بشردوستانه برزیل ثبت نام کرده بودند، دولت برزیل برای آنها ویزا صادر کرده و یک تعداد اندک از فامیل‌ها فعلا هستند به کشور برزیل. خبر دومی است که برای فعلا نهاد پناهگاه یا همان نهاد اولی برزیل سایتش باز است، ثبت نام جوجان داره بچه‌ها، کسایی کیس دارن، کسایی که نظامی بودن، خبرنگار بودن، فعالین حقوق زن بودن، در رسانه ها کار میکردن یا کسایی که جانشان در خطر هستن، حتما در این نهاد خود ثبت نام بکنن، یک شانس خود آزمایش بکنن. بهترین فرصت است. کسایی که نمیتونن ثبت نام بکنن، این روند یا این پروسه از طریق دفتر ما انجام میشه. حتما برای شماره واتساپ دفتر ما پیام بذارید. موضوع سومی است که در این دور تمام مصارف هزینه ها را دولت برزیل و نهادهای مدنی پرداخت میکنه. سه تا خبر خوش برای